در این بخش به نفسگیری در آواز میپردازیم که یکی از نکات بیسیکال در آواز هستش و درک شما از اون، درک درست و فهم درست اون باعث میشه که به شما کمک بکنه تا در مراحل بعدی و استفاده از اون برای تکنیک ها موفق تر باشید. بنابراین توجه به یک نکته خیلی مهمه، این که در آواز ما برای اینکه بتونیم هوای بیشتری جذب بکنیم و در نوت‌های کششی و همینطور قدرتی و تکنیک ها به کار ببریم، معمولاً اصطلاحی به کار میبرم به اسم تنفس از طریق ناحیه دیافراگمی، یعنی کمک گرفتن از منطقه از دیافراگم. و در حقیقت ما با کمک گرفتن از دیافراگم و کمک گرفتن از این منطقه فضایی رو فراهم میکنیم که شش‌ها هوای بیشتری جذب بکنن. وقتی شما از قفس سینه برای جذب هوا استفاده میکنید، هوای کمتری جذب میکنید و قدرت هم کمتر خواهد بود در آواز خوندن. به عنوان مثال الان من نفس رو کاملا با کمک قفس سینه‌ام انجام میدم، دم و بازدم، و شما متوجه بشید که چه اتفاقی میفته. توجه کنید که چه اتفاقی میفته. دقت کردید که شش‌ها متورم میشه، خیلی شونه ها تکون میخوره. اما ما در تنفسی که از پرده دیافراگم استفاده میکنیم با فشار به قسمت پایین پرده دیافراگم که فکر کنم حدوداً همینجاست، در حقیقت فضای بیشتری رو ایجاد میکنیم برای جذب هوا و شکم متورم میشه. تورم شش‌ها رو ما به این شکل دیگه نمیبینیم، شونه ها به این شکل دیگه حرکت نمیکنه. و من یک بار انجام میدم و شما توجه کنید به این نکته. هر چقدر فشار بیشتر بیارید تا جایی که واقعا به پوسته شکمتون هم فشار بیاد، فضای بیشتری مهیا میشه برای اینکه هوای بیشتری جذب بشه. و همین خاطر این نوع نفسگیری، این شکل نفسگیری در آواز مد نظر است و پرکاربرد و استفاده میشه در حقیقت که تنفس از طریق دیافراگم بهش گفته میشه و مد نظر ما نفسگیری دیافراگمی است در آواز خوندن.